با عرض سلام خدمت شما همه دوستان عزیز. در این کلیپ آموزشی قصد کار با محیط پاورپوینت رو داریم و میخوایم به صورت مقدماتی کار با این محیط این نرم افزار رو یاد بگیریم. در ابتدا یه توضیحی رو راجع به فایل هایی که توسط محیط پاورپوینت ساخته میشن برای شما ارائه بدیم. فایل هایی که در محیط پاورپوینت ساخته میشن عموما پسوند PPT X هستن، یعنی در ورژن های 2007 2010 و 2013 و 2016 و در نسخه های قدیمی تر PPT هستش. این فایل ها برای اجرا نیاز به محیط پاورپوینت دارن، یعنی باید حتما پاورپوینت روی سیستم ما نصب باشه. اما فایل هایی هستن دیگه PPSX هستش، یعنی این پسوند. فایل هایی که این پسوند رو دارن همونجور که تو توضیح نوشتم نیاز به نصب بودن پاورپوینت روی سیستم ندارن برای اجرا شدن. پسوند فایل های پاورپوینت که برای اجراش نیاز به نصب بودن آفیس پاورپوینت روی سیستم ندارن. خب میریم سراغ خود محیط نرم افزار. در ابتدا به محیط استارت ویندوزمون میریم و نرم افزار پاورپوینت رو از لیست نرم افزارهایی که روی سیستم خودمون نصب کردیم انتخاب میکنیم که اجرا بشه. خب بعد از اینکه محیط پاورپوینت اجرا شد، از این قسمت که نوشته بلانک پرزنتیشن، یعنی یک اسلاید خالی رو برای ما ایجاد میکنه، این رو انتخاب میکنیم. خب قسمت چپ نرم افزار اسلاید شماره 1 هستش و اگه بخوایم که یک اسلاید جدید رو به پروژه خودمون اضافه کنیم، کافی اینجا راست کلیک کنیم و گزینه نیو اسلاید رو بزنیم. نیو اسلاید رو میزنیم، یه اسلاید دیگه اضافه میشه. یه همچنین یه اسلاید دیگه رو اضافه میکنیم. پس الان ما 3 تا اسلاید داریم، اسلاید شماره 1 2 و 3. این اسلاید شماره 3 که یه حالی قرمز رنگی دورش هست، یعنی اسلاید جاری که میتونیم روش کارهای ویرایش رو انجام بدیم. اما از اسلاید شماره 1 شروع میکنیم، در نتیجه اسلاید شماره 1 رو با کلیک کردن انتخاب میکنیم. یه حاله قرمز رنگ دورش ظاهر میشه که یعنی این قسمت سمت راست، این قسمت مربوط به اسلاید شماره 1 هستش. خب میریم ادامه کار. این تکست باکسی رو که یا جعبه متن رو که از قبل روی صفحه قرار گرفته پاک میکنیم، یعنی برای پاک کردنش هم میشه گفت که اینو کافی انتخاب کنیم و دکمه دیلیت رو از روی کیبورد بزنیم. با این جعبه متن رو به صفحه وارد میکنیم، به قسمت تب اینسرت میریم و از زیر گزینه‌هایی که تو این قسمت هستش این گزینه تکست باکس رو انتخاب کنیم و یک جعبه متن رو اینجا مینویسیم. خب ما یک عبارتی رو بنویسیم. خب بعد از اینکه متنمون رو تایپ کردیم، حالا میخوایم که فونت و سایزش رو تغییر بدیم. کل متن رو که انتخاب کنیم، از این قسمت سایز متن رو بزرگ کنیم و از این قسمت فونت مورد نظر خودمون رو بهش میدیم. فونت که مد نظر من هستش از فونتایی که رو سیستم نصب کردم، مثلا من این فونت دستنویس رو مثلا انتخاب میکنم. اینجا هم میتونیم رنگ نوشتمون رو تغییر بدیم. این قسمت گزینه فرمت این بالا ظاهر میشه موقعی که متنی رو انتخاب کنیم. این قسمت برای ویرایش متن هستش، یعنی به این قسمت اگر وارد بشیم میتونیم قاب دور نوشتمون رو تغییر بدیم و این قسمت هم مربوط به حالت نوشته هستش. خب اگر بیایم این قسمت منوی هوم و این گزینه چیدمان نوشته رو در جعبه متن انتخاب کنیم، مثلا این وسطی رو که انتخاب میکنیم متن به حالت وسط میاد. نگاه کنید هر کدوم از این حالت ما این وسطی رو انتخاب میکنیم. خب کاری نداریم. خب الان یه دستگیری هم برای این جعبه متن ظاهر شده. با چرخوندن این جعبه میتونیم حالت مورد نظر خودمون ایجاد کنیم. این کافی به این قسمت برید، حالت موس عوض میشه و میتونید متن خودتون رو بچرخونید. خب یه جعبه متن دیگر رو هم اضافه میکنیم، همونجور که گفتیم از قسمت اینسرت گزینه تکست باکس یه جعبه متن دیگر رو برای خودمون ایجاد میکنیم رو پروژه. باید که عبارتی رو اینجا تایپ کنم. خب پس از اینکه متن خودمون رو وارد کردیم، این رو هم یه خورده نوشته‌های داخلش رو سایز و حالتش رو عوض کنیم. یه فونتی رو، این سری فونت بی‌نازنین رو مثلا که نصب کردم روی سیستم خودم، مثلا فونت بیتیت رو انتخاب میکنیم. خب حالا برای رنگش هم که گفتیم از این قسمت کافی رنگش رو انتخاب کنیم و
از اونجایی که آموزش ما در سطح مقدماتی هستش نمیخوایم گزینه‌های پیشرفته رو توضیح بدیم که اگر قسمتی شد در کلیپ‌های آموزشی بعدی اون قسمت‌ها رو هم توضیح خواهیم داد. خب اسلاید شماره 1 دو تا متن جعبه متن گذاشتیم و یه چیز دیگه هم اضافه کنیم، یه شکل به صفحه اضافه کنیم از شکل‌های پیش‌فرضی که خود محیط پاورپوینت برای ما ایجاد کرده. از گزینه‌ها گزینه اینسرت و به این قسمت شیپ میایم، شکل‌ها. خب از قسمت شکل‌ها با فلشی رو می‌خوایم به پروژه خودمون اضافه کنیم. علامت فلشی رو که اینجا می‌بینیم به صفحه خودمون اضافه می‌کنیم. با دستگیری که اینجا قرار داده خودمون رو میچرخونیم. حالا در جای مناسبی که خودمون سلام میدونیم به پروژمون برای پروژمون لازم هستش قرار میدیم. خب این از اسلاید شماره 1، اینم پیشنمایش اسلاید شماره 1 که سمت چپ صفحه دیده میشه. میریم سراغ اسلاید شماره 2. در اسلاید شماره 2 باز اینم یه دو تا تکست باکس پیش‌فرض داره، اینا رو هم پاک میکنیم که روش پاک کردنش رو گفتم با انتخاب جعبه متن و سپس زدن دکمه دیلیت از روی صفحه میتونیم جعبه متن رو پاک کنیم. خب اینجا رو هم یه دو تا جعبه متن اضافه میکنیم. یه جعبه متن اینجا، یه متنی رو براش وارد میکنیم که اسلاید شماره 2 مثلا در اسلاید شماره 2 الان متنش هم یه خورده لحاظ اندازی متن این رو یه خورده عوض کنیم و رنگش رو هم مثلا قرمز بگذاریم. حالت نوشته رو هم روی دستنویس مثلا قرار میدم. این فونت ها بستگی به فونت هایی داره که روی سیستمتون از قبل نصب کرده باشین. این اسلاید رو هم حالا خوب جاش همینجا قرار میدیم و در اسلاید شماره 3 از سمت چپ صفحه اسلاید شماره 3 رو انتخاب میکنیم. جعبه‌های متنی رو که از قبل روی صفحه قرار داره اینا رو پاک میکنیم، رو پاک کنیم، این رو هم پاک میکنیم و میخوایم در اسلاید شماره 3 نحوه وارد کردن یک تصویر به اسلاید خودمون رو یاد بگیریم. برای این کار کافی به از قسمت منوها تب اینسرت گزینه پیکچر رو میزنیم. آدرس عکس رو از ما میخواد. من عکسی رو از قبل روی صفحه قرار دادم، مثلا اینو انتخاب میکنم. تصویر وارد اسلاید شماره 3 میشه. میتونیم اندازش رو با نگه داشتن موس رو این قسمت ها که به حالت پیکان دو سر ایجاد میشه یا یه فلش دو سر، این قسمت میتونیم حالت عکس رو هم عوض کنیم. خب ما عکس خودمون اینجا قرار میدیم. حالا سه تا ما اسلاید داریم، اسلاید شماره 1، اسلاید شماره 2 و اسلاید شماره 3. اسلاید شماره 1 رو انتخاب میکنیم، میایم تو قسمت ترانزیشن ها و میگیم که این صفحه چجوری نمایش داده بشه. حالت جذابی رو بهش میدیم یا مثلا این حالت. خب اسلاید شماره 2 رو هم انتخاب میکنیم، میگیم که به این شکل وارد صفحه بشه یا این شکل. و اسلاید شماره 3 رو هم که انتخاب کنیم یه حالت مثلا اینجوری بهش میدیم. خب حالا به اسلاید شماره 1 برگردیم، میگیم که این متن چجوری وارد صفحه بشه. کافی به قسمت انیمیشن وارد بشیم و بگیم که این متن مثلا به این شکل یا این حالت وارد صفحه بشه. بعد از این میگیم که این شکل چجوری ظاهر بشه. حالا یه خورده این خوبه. و بعد یکی متن میگیم که این متنمون چطوری ظاهر بشه. حالت مختلفی داره که میتونیم ازش استفاده کنیم. توی اسلاید شماره 2 میگیم این متن چطوری وارد صفحه بشه، همون قسمت انیمیشن منظورم هستش. این رو میگیم که مثلا به صورت چرخشی وارد صفحه بشه. در اسلاید شماره 3 میگیم این تصویر. ببین دوستان، اول باید متن، تصویر یا هر چیزی که رو صفحه گذاشتیم شکل اول انتخاب کنیم و بعد از این گزینه ها اون چیزی رو که مد نظرمون هست بهش اعمال کنیم. خب بعد از اینکه پاورپوینت رو حاضر کردیم، اسلاید خودمون در پاورپوینت حاضر کردیم، حالا باید اون رو ذخیره کنیم روی هارد خودمون که در جای دیگه میتونیم اون نمایش بدیم یا حالت ویرایش مثلا روش انجام بدیم. کافی به قسمت فایل بیایم، از قسمت فایل سیو از مثلا ما آدرس میدیم روی دسکتاپ، میگیم این رو با چه اسمی ذخیره کنیم. مثلا میگیم با اسم اسلاید
های پاور پوینت. اسم کاملا اختیاری هستش و هر جوری خودتون سلام میدونید میتونید اسم رو انتخاب کنید. اسلاید. خب این قسمت پایین رو هم کاری نداریم. دکمه سیو رو میزنیم. اسلاید روی صفحه حالا ذخیره شده. این پنجره رو مینیمایز کنیم میتونیم اسلاید ذخیره شده خودمون رو ببینیم که اگه دقت کنید پسوردش همونجور که از اول آموزش برای شما توضیح دادم PPTX هستش. نگاه کنید PPTX پسوند فایل هستش. خب این اسلایدر رو که الان ساختیم برای اجرا نیاز به محیط پاورپوینت، یعنی اگه اجازه بدید من این محیط پاورپوینت رو ببندم. پروژمون رو ذخیره کردیم لازم نیست نگران باشیم. کافی دبل کلیک کنیم میخوایم اجرا بشه. دیدید باید پاورپوینت بیاد بالا و اسلاید ها رو نمایش بده. حالا میخوایم که پیش نمایش داشته باشیم کافی به این قسمت اسلاید شو و این گزینه اول یا دوم رو هر جوری خودتون سلام میدونید بزنید. اسلاید ما نمایش داده میشه. دیدید اون حالتایی رو که روی متن هم گذاشتیم داره اجرا میشه. بعد اسلاید شماره 2 حالتی رو که روش گذاشتیم. بعد اسلاید شماره 3 با کلیک موس یا فشار دادن فلش های جهت نما روی کیبورد داریم ما اسلاید عوض میکنیم. این هم اسلاید شماره 3 و در نهایت هم تمام میشه. خب اما اگه بخوایم اسلاید ما جوری باشه که نیاز به پاورپوینت نداشته باشه برای اجرای خودش، میایم این قسمت فایل سیو آدرس دسکتاپ انتخاب میکنیم. از گزینه‌ای که اینجا هستن این گزینه پاورپوینت شو انتخاب که میکنیم. حالا اسمش رو هم تغییر میدیم، مثلا اسمش رو می‌ذاریم شماره 10 20 مثلا روی صفحه خودمون اینجا ببخشید الان میتونیم ذخیره کنیم. خب پاورپوینت رو ببین الان من میبندم. ببینید محیط پاورپوینت خارج میشیم و این شماره 10 20. ببین پسورد این فایل چی هستش؟ PPSX و این فایل چیه؟ PPTX. فرق دارن با هم. گفتیم که الان برای اجرا شدن این اسلاید هایی که ساختیم دیگه نیازی به پاورپوینت نیست. کافی روی این فایل دبل کلیک کنیم بدون اینکه پاورپوینت رو لازم باشه خودش اجرا میکنه. بعد میتونیم اسلاید هامون رو نگاه کنیم و در نهایت هم که اسلاید آخر شماره 3 و تمام شد. خب دوستان عزیز امیدوارم که از این آموزش استفاده کافی رو برده باشین. تا کلیپ های آموزشی دیگه خدا نگهدار.